سلام، صدای ما رو میشنوید از فرودگاه کلبون. ما دیشب هیچی نتونستیم بخوابیم. البته من 2 ساعتی خوابیدم ولی ما نه، چون بعد 4:30 پا میشدیم و ریسکی بود. تا 2:30 کار داشتیم و من آخر سر هم به هیچ کارم نرسیدم، نه ناخونامو درست کردم و الان مقصد ما اسپانیا، یکی از جزایر قناری به اسم فورتاونتورا. آقا خیلی زمان بود من این کلمه رو یاد گرفتم، فورتاونتورا. فکر می‌کردیم شلوغه ولی خدا شکر شلوغ نیست. فلوکافن یا فرودگاه دیگه. حالا الان اومدیم مکدونالدز فرودگاه یه صبحانه بخوریم و دیگه راه بیفتیم بریم. یه هوای خوبی هم هست. حالا این چند روزی که ما نیستیم آلمان هوا خوبه ولی خب اونجا هم بد نیست، 25-26 درجه است. بریم ببینیم چطور میشه. در این سفر همراه ما باشید. دومان هم رفته یه سری وسیله، یعنی همین سفارشاتمون رو بگیره دیگه، صبحانه‌ای که سفارش دادیم. همراه ما باشید. سلام دوباره. ما رسیدیم به جزیره فورتاونتورا و خیلی بزرگه فرودگاهش و الان میخوایم بریم ماشین رو تحویل بگیریم. صف رو میبینید. ما ماشین رو از چک 24 گرفتیم و نگاه کردیم که ببینیم کدوما ریتینگ خوبی هم تو گوگل داره و خب ارزون ترین هم میخواستیم و حالا مناسب ترین با ریتینگ خوب که دیگه 30 کار اونو گرفتیم. بچه ما اومدیم این ماشین رو تحویل بگیریم. این خانوم که حالا الان رفته میتونست کامل آلمانی صحبت کنه، البته 20 شنیده. و اینم اینجاست، اسم چیزم دوباره میگم سیکاره. حالا ما تجربه‌مون رو باید ببینیم دیگه. فعلا که همه چی خوبه، اولین باره که از این فیرما یا کامپنی ماشین میگیریم ولی میبینیم که چطوره، بعد بهتون خبر میدیم. یعنی بعداً میذارم توی حالا این سفر که مثلا چجور بوده و اینا ماشین رو بگیریم. ما ماشینمون رو گرفتیم، تحویلش گرفتیم برای 8 روز. یا für 8 Tage wie viel haben wir bezahlt? 170 یورو پرداخت کردیم بدون حالا کاتیون یا دیپوزیت، به خاطر اینکه فول کاسکو گرفتیم، یعنی بیمه کامله دیگه. حالا ماشین هم معمولیه دیگه، برای داخل جزیره میخوایم. بریم چمدون رو بذاریم و بریم ببینیم چه خبره. ما رسیدیم سوپرمارکت بچه‌ها. بریم این بچرخیم ببینیم چه خبره، چی ندارن چی دارن و یه سری چیزا بگیریم. هنوز خونه رو تحویل نگرفتیم دیگه، ماشین رو گرفتیم مستقیم اومدیم سوپرمارکت. دوست داریم مثلا سوپرمارکت گردی یکی از چیزاییه که تو هر کشوری انجام میدیم، ببینیم چی داره، حالا یا تو هر جزیره‌ای. اگر چیزی بود بهتون میگم. قیمت هم فعلا که اوکیه از نظرمون. حالا البته چیزی هنوز نخریدیم، فقط نگاه کردیم. کسایی که مثلا من عاشق سی فودن اینجا براشون بهشت. ما کجا نمی‌دونم چه ماهیایی دارن. گوش من دیوونه میکنم بچه. شمالم دیگه. دنت ایرانی پیدا کردیم. چیزی داری فکر کنم تو ایران اسمش دنته. آره. نه فکر کنم یوگورت، یعنی ماسه یونانیه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. Gibt nur noch welche, aber die sind really wegpreisig. Ja. Hallo. ببینیم چه خبره اینجا. اینم که
اینترنتی که من خریدم بذارم اینجا فعلا. اینو ما همچه یونان میگیم ولی فکرم اون نیست. Schatz, was hast du da? Die neue Monster? اینم بهتون نشون بدم. مارکو خیلی مانستر دوست داره. این جدیدشه تا الان نخورده. ریو پانچ. Interessant köstlich aus. Oder? Ich weiß es nicht. Mit Fresser? Fress. همینجوری دیگه چیزای جدید میگیریم، مثلا چیزایی که آبجو هم که اصلا طبیعی نمیگیریم چون نه من نه دومات خیلی چیز خوریم. ولی شاید بامزه باشه یه چیزی بگیریم. Vielleicht das ist gut, keine Ahnung, Tropica. Eins nehme ich so probieren. Da kannst du eins probieren. Das? Ja. Okay. Wir probieren uns durch. Das auch? Das kostet. Ja, ما میگیم امتحان میکنیم. امتحان کردن البته ما Silvester. آره یا ich weiß es بیر. امتحان کردن بیر برای مارکو شاید یه قلوبم نباشه. بریم جوگری قیمت ها چطوره؟ حالا قیمت ها بهتر از هلنده. من با یک نگاه متوجه شدم. خوبه آلوورا اینجا خیلی دارن، این خیلی خوبه. ما آلوورا چون میسوزیم احتمالاً. اینم خیلی خوبه. این آلووراست. شات برای کسایی که مثلا اینجا زندگی میکنن و میسوزن همیشه باید آلوورا اینکرمنت کنن. هم چیز خوبیه. این قیمت هم که اینجوری اما حالا یه مقداری بیشتر از هلند ارزون تر عافیت میفر. چه باحال بادی اسکراب. Aloe Vera. Aber die Preise sind okay. Besser als in Das pures Aloe Vera? Nee, oder? Nee. Das ist Pure Aloe Vera, habe ich gesehen, da wo es Gel ist. Aber das nicht, ne? Ja, das weiß ich nicht. Das ist doch Creme. Das hier. Ja, der cheap dann aber. Ja, ist immer so. Im Spanien schon. Ja. این آقا عاشق دروگریه. البته منم دوست دارم. این چی با مزه است، بالم لبه. امتحان کردیم. Same, oder? Ja. 300. Und dieses. اینو ندیده بودم تو آلمان تا الان. Das habe ich nicht gesehen in Deutschland. Aber 16 Ja, Euro. habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber 16 Euro. اینجا گرونه. نمیدونم چرا تروپیک همه جا گرونه. So mit Snail-Slime. So Hand oder wie? ماسکم داره لعنت. چه چیز جدید. حالا بعدا آخر سر میخوایم بریم یه چند تا از اینجا. Ich komme später und hole ich mir, ich meine, der letzte Tag vielleicht, hole ich mir ein paar Sachen. Ach, das haben wir mir überhaupt Duschcreme mitgenommen? Ja, aber wir gucken, ob die da haben. آقا من همیشه جایی که میرم قسمت میوه هاش من میوه میگیرم. اینا باقالی نیست یا نه، همه جا این رنگیه. کدوهای چیزم داره. اینا هم تا حالا ندیدم اینقدر با مزه بزرگ. اینجا که میوه‌ای ندیدم. این چیزایی هست که جز اونو حالا اینا چیزایی هست که آلمان هم هست. اینجا هم کدوها دارن نصف شده و از اینا
جام پرتقال و سیب و نارنگی غذای میوه مورد علاقه مارکو. اینم سیب زمینی، پیاز و اینا. میوه خاصی ندیدم که. آها اینجا یه سری چیزا داره. این باحاله. ولی خب میدونم دوست دارم یا نه. چقدره؟ کیلویی 2.66. ببینم چجوری میذارن حالا اینجا. شایسته. آووکادو، فلامن، پیدا نکردم خیلی. مارکو بقورت گرفته. بیمبو بقورت. حتما دست کافه بیون بدیم. هوا نیاز بابا 5 یورو نمیدونم چرا یه تیکش. شاید هم مثلا اینجا الان فصلش نیست. نه ولیش کش آقا. چطور خیلی هم نیست. aber das war cool. Oder die Mandarine da. Das hier, glaube ich. Ja, ich auch nicht. Kann man probieren, aber. Sind die gleich? من اصلا تا الان از این نخورم نمیدونم بعدم بیام آبادی این نمیدونم هم که چیزه. آقا ما خیلی چیز خوشمزه از میوه ندیدم اینجا متاسفانه. ما کنم که فقط چیزای دونات و اون گزند حالا ایما پرتقال هیچی دیگه. Nein, warum nicht? Diese 2 Donuts nur 97 Cent, Leute. Was ist in Deutschland los? Das ist teuer. Ja. حالا بریم خونه ببینیم چیه. یکی دو بار از رستوران بریم اگر خوشمون. مدیقا تو پرتغال جایی بود که اصلا غذاهاشو دوست نداشتیم. همش خونه ماهی و مرغ و اینا درست کردیم. ما الان اکثر چیزایی که گرفتیم چیزای جدیدی بود که اصلا دوست داشتیم امتحان کنیم و حالا یه سری چیزا بیشتر گتخنک و نوشیدنی بود. هر هی آلمانی صحبت یعنی میاد کلمه دلم نمیخواد. میریم خونه ببینیم که چجوریه، چون که مدیقا که رفته بودیم اصلا رستوران 2 بار اول که رفتیم انقدر دوست نداشتیم که دیگه همش اومدیم فرش خرید کردیم تازه از سوپرمارکت. ماهی، مرغ و اینا، کباب و اینا خودمون درست کردیم. حالا اینجا نمیدونم چجوریه. مکانیزم رو می‌خواست بهتون نشون بده. ایولا بفرمایید. آره ما همین چیزای جدید گرفتیم، یه چیزا امتحان کنیم این چند روزو. ولی خب میام روزی یه بار بالاخره میام همین سوپرمارکت. میوه من خیلی دوست داشتم ولی ناامید شدم از اینجا میوه ندیدم. حالا شاید تو شهر میوه خوب باشه. نه شاید باز میخواد خرید کنه. اوکی. Ja doch. Doch, wenn du nur zeigen willst. Schau dir die Kommentare, ob ich was falsch gemacht habe. Nein, alles gut. Ich bin der Juju-Meister. این چیز خوشمزه به نظر میرسه ولی ما همیشه یه وقت جوگیر میشیم زیاد باز حتیم بیاییم این مدیقا. Ja. Zeig mal die Leute auf die Torten. Ja, aber sieht nicht so legit aus. Genau. چیزای کیکای چیز دارن. کاباچو،
تولد. تولد مبارک. ولی مبارک. آره بریم ببینیم چه خبره. حالا همین خریده اولو کردیم. چون چند روز امتحانش میکنیم و به شما هم میگیم. تو وادکا بیسکتا. خب ما خریدامونو کردیم. سوپرمارکتی که بودیم اسمش اینه و کلش شد 80 یورو 57 اما 33 یورو کم کنید چون ماکو یه شتانگای یه دونه چیز کارتون سیگار گرفت. 10 تایی سیگار هم اینجا خیلی ارزون بود. خب ماکو میخواد الان اینو امتحان کنه یه دونه نوشیدنی رو. اگر مثل بچه‌ها ولمون کنه یا راستین شکم خیلی کوچولو بفرمایید. اسمش چیه این اصلا؟ Schmeckt wie liquid bubblegum. کلیپا اسمشه. Like bubblegum. شبیه آدامس میگه مزه آدامس مایه میده. بفرمایید. یا واقعا شبیه مزه آدامس میده. یا wirklich. Not that bad. آره خوبه حالا بعد نه ما چیزای دیگه هم گرفتیم امتحان کنیم. Interesting taste. هوا عالی فوق العاده. ابرا رو میبینید. میریم الان و بریم سمت خونه. Ich will den Leuten noch was sagen. Ja. Jetzt wo ich schon mal live bin. Ja. Leute, hier sind gerade mal 21 Grad, aber die Sonne ballert richtig. Das stimmt. Also wenn die Sonne draußen kommt, am Himmel hervorblitzt und auf das Gemüt scheint, das ist ganz schön krass. Also Ja. nicht zu vergleichen mit 21 Grad in Deutschland. Das stimmt. خیلی هوا ببین اصلا بادم میاد ولی هوا چون زونه خیلی مستقیم میزنه خورشید خیلی گرمه. وامونوس. ما میریم و ما همراه باشید بعد بریم سمت خونه دیگه. سلام دوباره بچه‌ها. ما رسیدیم خونه خسته دیگه. ببین خورشید هم میزنه یعنی اصلا شدید. ما رسیدیم این خونه خیلی باحاله. یه مجتمع ماننده. همونطور که میبینید هوا آفتابی شدید ولی بالم میزنه. خوبه دیگه خنک میکنه. خونه گرفتیم خیلی باحاله. ما تو قسمت ادالتس آنلی هستیم. اسم خونه آیلند هومه. بهتون نشون میدم اینجا رو. ما برای 3 شب گرفتیم 270 ولی اصولا مثلا 300 خورده‌ایه. ما مستقیم به خودشون پیام دادیم. حالا اطلاعاتش هم براتون می‌نویسم نگاه کنید توی حالا کپشن. بعد بذارید خونه رو نگاه کنید. یه خورده به هم ریخته چون سوپرمارکت بودیم خریدار رو اومدیم جمع جور کنیم ولی اوکیه. بچه ما میخوایم الان بریم بالا ولکام درینک بگیریم. براخ میونیشت ولکام درینک بگیریم. برای همین اینجا یه خورده بهتون نشون میدم. ببینید ما منطقه که ما هستیم ادالت آنلیه یعنی که اکثرا خونه ها و اینا برای چیزه فقط آدم های بزرگ بچه ها نیستن. بعد این مجموعه بالا برای چیز هم داره برای بچه هم داره. حالا من الان بهتون دوربین رو برمیگردم نشون میدم. نکنید این کل مجموعه ادالت آنلیشه که خودش یه دری داره جدا و اینا. بعد اینجوری میری بالا از این پله که برید بالا میشه چیز میشه منطقه‌ای که مثلا برای بچه ها و اینا هم هست دیگه یعنی خونه هایی که برای همه هستن. نگاه کنید
مثلا این خونه هاست. مثلا بچه داشته باشید اینا خیلی خوبه چون یه استخرم داره اونجا و اینجا یه قسمت بار داره که میشه نشست و خیلی بامزه است، خیلی خوشگله از نظر من. اونم اگر میبینید توی استخر هستن خانواده‌ای که بچه هم هست دیگه. صدای منو میشنوید از خونه. امروز دیگه ما کلی کار کردیم، خیلی خسته شدیم و رفتیم بعدش غذا خوردیم سر رستوران. یه مقدار درگیر بودیم چون اینجا اصلا اونقدری که ما توی یونان و این ور اونور غذا میخوریم و رستوران خوشمزه داره اینجا نداره. دیگه براتون ویدیو اینا نگرفتم، اومدیم خونه غذای درست کردیم و خوردیم. دیگه سالگرد ازدواجمون هم بود، این عقدمون. و دیگه حالا الان میریم میخوابیم تا فردا که هوا هم بهتر باشه چون امروز یه خورده ابری بود و ببینیم کجاها رو میخوایم بریم با هم بگردیم. یا علی، شبتون بخیر.